اینستاگرام تغییر مهمی توی الگوریتمش ایجاد کرده. توی این ویدیو راجع به این صحبت می‌کنیم که تاثیرش روی صفحه شما چیه و چه تغییر تو رویتون باید بدین که ازش استفاده کنید. الگوریتم اینستاگرام همیشه داره تغییر میکنه، ولی دلیل اینکه این ویدیو رو درست میکنم اینه که این یکی از بزرگترین تغییراتیه که تا الان کرده. یعنی توی سالهای گذشته این تغییر خیلی تاثیر بزرگی روی اینکه چطور محتوای پیجا دیده بشه و پیجا بتونن رشد کنن میذاره. اول از همه باید بدونیم الگوریتم اینستاگرام دشمن ما نیست. نمیخواد محتوای ما رو از چشم دیگران پنهان کنه، فقط محتوای یه سری آدما رو بهشون نشون بده. در واقع الگوریتم اینستاگرام میخواد مخاطب اینستاگرام خوشحال باشه و اون چیزی که میخواد رو ببینه و مدت بیشتری توی اپلیکیشن بمونه که به نفع اینستاگرامه و تبلیغات بیشتری نشونه مخاطباش میده و درآمد بیشتری میتونه داشته باشه. شناختن این الگوریتم مهمه برای اینکه بهتر بتونیم فعالیت کنیم و مخاطبای بیشتری داشته باشیم و بدون وجود اون الگوریتم اصلا رشدی وجود نداره. اینستاگرام یه سیستم رده‌بندی محتوا داره، یعنی بر اساس یه سری سیگنالایی که دریافت میکنه از خود کسی که پست داره میذاره، از مخاطباش، از کسایی که توی اون لوکیشن هستن و هزار تا چیز دیگه تصمیم میگیره که کدوم محتوا رو به کی نشون بده. حالا این سیستم رده‌بندیه که داره تغییر میکنه. دو تا تغییر بزرگ داره اتفاق میفته. یکیش اینه که اون سیستم رده‌بندی کمک میکنه به پیجای کوچیک‌تر که هنوز مخاطب زیادی ندارن بتونن محتواهاشون رو به دست آدمای بیشتری برسونن. یعنی کمک میکنه پیجای کوچیک‌تر همون شانس دیده شدن داشته باشن که یه پیج بزرگ مثلا 100 کایی داره. چجوری این کارو میکنه؟ قبلا سیستم اینستاگرام اینطوری بود که ما یه سری فالوور داریم توی صفحمون. وقتی ویدیو یا هر پستی منتشر میکنیم یه سری از اون فالوورها این پست رو میبینن. حالا با توجه به اینکه چقدر واکنش نشون بدن، بهش کامنت بذارن، لایک کنن یا اصلا بهش ریاکشنی داشته باشن، به تعداد بیشتری نشون داده میشه. یعنی اگه اولیا کاملا با محتوای ما اینگیج بشن و واکنش بهش نشون بدن، آدمای بیشتری پستمون رو میبینن و اگه اونا هم درگیر بشن باز هی آدمای بیشتری میبینن، پست وارد اکسپلور میشه و کلا کسایی که ما رو فالو نمیکنن هم شانسش رو پیدا میکنن که پستمون رو ببینن. ولی تغییر جدیدی که حالا ایجاد شده اینه که همون لحظه‌ای که پست رو منتشر میکنیم هم یه بخشی از فالوورامون میبیننش، هم یه بخشی از کسایی که فالومون نمیکنن. یعنی از همون لحظه اول پستمون این شانس رو داره که مخاطب جدید جذب کنه و کسایی ببیننش که دنبال نمیکنن ما رو. این چه فایده‌ای داره؟ فایدهش اینه که پیجای کوچیک که هنوز مخاطبی ندارن، اصلا شاید یه پیجی توی مرحله 0 فالوور باشه، نباید محتواش دیده بشه. چرا؟ اینستاگرام این کارو کرده برای اینکه همون پیج خیلی کوچیک تازه کارم وقتی پست میذاره، پستاش اول از همه وارد اکسپلور بشن، به خاطر اینکه بتونه مخاطب پیدا کنه، آدما بتونن کشفش کنن، این سفر رو بشناسن. این به خاطر اینه که اینستاگرام هر روز داره بیشتر شبیه تیک تاک میشه. میدونین که اینستاگرام و تیک تاک با هم خیلی رقابت دارن. تیک تاک بیشتر متمایل به اینه که شبکه اجتماعی نباشه و یه پلتفرم دیسکاوری باشه. خودش هم اینو میگه. پلتفرم دیسکاوری یعنی که آدما میرن اونجا چیزای جدید پیدا کنن، نه به خاطر اینکه یه سریو فالو میکنن برن ببینن اونا چی گذاشتن، میرن ببینن چه خبره، چه چیزای جدیدی پیدا میکنن. حالا اینستاگرام هم داره یه کمی به اون فضا نزدیک میشه. میخواد آدما وقتی پست میذارن آدمای جدیدی پستاشونو ببینن که اصلا اینا رو نمیشناختن. خب این دو تا تاثیر میذاره. یکی این که فالوورای ما تاثیرشون روی پستامون کمتر میشه. یعنی اگه مثلا تا الان میگفتیم فالوورای من لایک نمیکنن، اینگیجمنت ندارن با پستای من، این دیگه بهانه خوبی نیست، به خاطر اینکه وقتی پست میذارین پستتون داره فقط به فالووراتون نشون داده نمیشه، داره به یه آدمای جدیدی هم نشون داده میشه که فرصت اینو دارین که اونا رو جذب. پس تاثیر فالوورامون روی اینگیجمنت گرفتن و رشد کردن صفحمون یه خورده کمتر میشه. ولی در عوض یه تاثیر منفی هم میتونه داشته باشه. اون اینه که آدمایی که ما رو فالو نمیکنن کمتر احتمال داره اینگیجمنت داشته باشن. وقتی یه پست جدیدی از یه نفری میبینن که اصلا نمیشناسنش، احتمال کمتری داره لایک کنن و براش کامنت بذارن، یا احتمال بیشتری داره کامنت منفی بذارن. برای همون اون حس کامیونیتی و اینکه ما یه جمعی رو درست کردیم، آدمای هم سلیقه‌ای دور هم جمع کردیم که هرچی میذاریم احتمالاً دوست دارن، که توی صفحه اینستاگرامی وجود داشت، یه خورده کم رنگ‌تر میشه، بیشتر شبیه تیک تاک میشه که آدما وقتی یه پستی میذارن اصلا معلوم نیست کی قراره ببیندش. از این تغییر خیلی بزرگه و میتونه به نفع صفحه‌های کوچیک باشه، به خاطر اینکه هنوز مخاطبی ندارن و دارن به اون مخاطبا شکل میدن و فرصت بیشتری پیدا میکنن که آدمایی که دوست دارن این محتوا رو جذب کنن. ولی برای پیجای بزرگ چی؟ برای پیجای بزرگ هم همچنان فرصت بیشتری برای رشدشون لزومی نداره که حتما مخاطباشون اول فعالیت کنن بعد پست اینا وارد اکسپلور بشه. از همون اول میتونه وارد اکسپلور بشه پستشون و مخاطب جدید پیدا کنن. پس تقریبا به نفع همه است. اگه دقت کرده باشین الان وقتی وارد فید اینستاگرامتون میشین،
پستای کسایی که فالو نمی‌کنین هم می‌بینین، یعنی بدون اینکه وارد اکسپلور شده باشین همون صفحه اصلیتون رو دارین نگاه می‌کنین که قبلا فقط چیزایی که فالو کردین می‌دیدین، الان ریکامندیشن می‌بینین، یعنی اینستاگرام یه سری چیز پیشنهاد می‌کنه بهتون. این همون تغییره، یعنی داره به یه سری پیجایی که فالو نمی‌کردین فرصت میده که شما ببینیدشون. حالا این کارو بیشتر می‌خواد انجام بده. خب حالا بر اساس این تغییر وقتش محتوامون رو یه خورده عوض کنیم، به خاطر اینکه هر کسی که قراره ببینه پست‌های ما رو لزوما فالوورمون نیست و میتونیم به خیلی از محتواهامون به چشم فرصت برای جذب فالوور نگاه کنیم. مثلا دفعه بعد که داری پست میذاری اینطوری بهش فکر کن که یه سری آدمی که منو نمیشناسن قراره این پست رو ببینن. مثلا این میمونه که تو اینستاگرام تبلیغ داده باشه، یه تبلیغ مجانی. پس میتونیم استراتژیمون رو یه تغییر کوچولو بدیم و یه سری پستامون رو برای اینگیج کردن مخاطبی که داریم در نظر بگیریم و یه سری ایده هم داشته باشیم برای جذب آدمای جدید. تغییر بزرگ دومی که تو اینستاگرام داره اتفاق میفته اینه که داره به محتوای اوریجینال اولویت میده. یعنی محتوایی که کپی شده از یه صفحه دیگه و برای بار دوم توی صفحه منتشر شده لیبل میشه و مخاطب فرستاده میشه به همون پست اصلی. پس کسایی که کپی میکنن و صفحه هاشون اینجوریه که بازنشر پستای صفحه های دیگه است، اینجا دارن ضرر میکنن، به خاطر اینکه اینستاگرام دیگه این اجازه رو بهشون نمیده که از محتوای دیگران استفاده کنن و ویو بالا بگیرن و انگیجمنت بگیرن، تو اکسپلور هم برن. هم تو سیستم ریکامندیشن جایی ندارن، یعنی وارد فید آدمای دیگه نمیشن به عنوان پیشنهاد پستی که باید ببینی، هم وارد اکسپلور نمیشن و همین که محتواشون لیبل میخوره که این کپیه. در عوض چی میشه؟ محتوای اوریجینالی که اینستاگرام تشخیص داده اول توی صفحه دیگه بوده، اون ویو میخوره و بازدید بیشتری میگیره. پس در واقع به نفع کساییه که محتوای اوریجینال درست میکنن. کلا این کارو کرده برای اینکه کپی شدن محتوا رو سخت کنه، برای اینکه یه سری پیجا بودن که داشتن از محتوای دیگران سود میبردن و خب آدمای دیگه هم راضی نیستن که محتواشون رو یه نفر دیگه برداره و منفعتش برای اون باشه. پس اگه یه پیجی دارین که کارش ریپوست کردن پیجای دیگه است، باید یه تغییرات ایجاد کنین. این کار همیشه هم خیلی کار بدی نبوده. مثلا بعضی از پیجا بودن که دستچین میکردن، کارهای دستساز هنری و مثلا توی یه پیج جمع میکردن، حتی واسه اونا تبلیغ میشد برای تولید کننده اصلی اونا و به نفعشون هم بود. ولی به هر حال با این سیاست جدید این کارم به مشکل برمیخوره و باید ایده های جدید براش داشته باشیم. مثلا یه تغییر روی اون محتوا ایجاد کنیم، عین همون رو دوباره نمیتونیم منتشر کنیم. حتما نظرتون رو برام بنویسین، بگین که این تغییرات به نظرتون مثبت یا نه و روی پیج شما چه تاثیر میذاره. اگه بتونم راهنمایی کنم حتما این کارو میکنم. مرسی که تا آخر دیدین. تا ویدیوی بعدی